در شهر پنجکن در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی و کبودیزارکنی وسعت تازه کسب نموده است. با خوی فرهنگی فراغتی شهر نیز به یکی از سمت‌های مهم این اقدام‌ها تبدیل یافتند. با تلاش و جانبازی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان 35 سال پیش تاجیکستان ما به درجه خرابشوی بود و امروز ما پس از 35 سال مقایسه کرده میگوییم که چقدر سروری ما کوشش و غیرت کردن تا ما با همین درجه آمده رسیدیم. امروز در کوچه های شهر پنجکن ما گشته با چشم سر میبینیم که پنجکن ما تا کدام درجه ترقی کرده است، آباد شده است. بیناهای پرحشمت، کوچه های اسفالت پوش و فرزندان ما با یک خورسندی و باغچه مکتب ها می روند و ما پدر و مادران دلپور می باشیم. ما امروز یک گروه زنان منفقه خور تصمیم گرفتیم که باغ استراحتی آمده دم گیریم و امروز ما شاهد اون گشتیم که تا کدام درجه این باغ ترقی کرده، زیبای آباد شده است. چون که ما در تشکیل شدی همین کل دیده ایستادگیمون اشتراک کرده بودیم و ما شکر استقلال میکنیم زنان، شکر خورسندی و خوشبختی تاجیکستان عزیزمون میکنیم که ما به همین درجه آمده رسیدیم. از جمله باغ فرهنگی و فراغتی به نام کمال خوجنده که در ساحل دریای زرافشان جایگیر است به مساحت 1.5 هکتار برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان خدمت میرساند. در حدود آن کلی شناوری، میدانچه‌های ورزشی، جایهای نشست و دیگر انشاءات خدمت رسانی موجودند. ما شکر استقلالیت میگیم که به این روزای نیک رسیدیم. همه بچه ها و خانواده ما همه خدا به شکر زندگانی خوب دارن، زمانه آباد، همه جا تینجی، ما میتوانیم آزادانه گردیم. ما شکری همین جناب عالی میکنیم که همین خیر روزای به ما نصیب گردان. امروز تمامی من شهر ما، ناحیه ها، محله ها آباد شده است. خیلی ما خرسند میگردیم، همه تینج سری دسترخوان پر از ناز و نعمت. همه این شکری استقلالیت میکنیم که استقلالیت به ما همین خیلی خوشبختی ها رو آورد. فرزندان ما نیز من در همه کارخانه ها کار میکنن، خوشبختانه زندگانی های خوب داریم. همه این ما شکر میگیم که همین خیلی ما یک زنهای همین پنجکن خوشبختانه همه وقت شکرانه همین نعمت، شکرانه جناب عالی میکنیم. باز ما نشستیم چقدر جاهای زیبا، جاهای دلکشا، همین جاهای آباد کردگی همین آدمو با ما تشکر میگیم که برای ما منحمی خیلی استراحتگاه رو تشکیل کردم. با مقصد سبز و خرم گرداندن محیط باغ زیاده از 4000 بیخ گلهای آرایشی و 20 نهال سایه افکن شنانده شده راههای پیاده‌گرد از نوسازی گردیدند. در اطراف کل میدانچه خرد فوتبال بنیاد شده برای کودکان تجهیزات بازی نصب کرده شده است. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ یک قطار انشاءات نو، بنیاد و موضعهای استراحتی از نوسازی گردیدند. دروازه باغ با نقش و نگار ملی آرای یافته اطراف انشاءات نو با گل و بوته‌ها و شرشره‌های صنعی زیب و زینت داده شده است. همچنین برای تامین امنیت ساکنان و مهمانان کامراهای نظارتی نصب گردیدند. یک گروه زنان فعال زنانی شهر پنجکن در استراحتگاهی که کسی که همین جای تشکیل کرده است، کسی که همین زیبایی طبیعتاً آفریده است، مردی که همین جای آفریده رحمت‌های کلام میگیم. من در همین محله کلان شدم لیکن این خیلی زیبا میشد در خیالمون نبود. من خداتون یک فکر کنید که همین خیلی جاهای تاریخی مردمی که در پنجکن تاریخی پنجکن در میدونن آباد کرده ایستادن. شکر او میکنیم که حاکم ما یکی از طبیعت دوستدار
حاکممو یکی از جای جمعیت آباد کرده ایستادم. شهر ما با یک نگاه کنید. شهر پیشم نه زیبا بود لیکن زیباترین شهر تاجیکستان پنجکن شده ایستاده است. رحمت به جناب اولی که همه خیلی امتیازهای تمامی صاحب کارا به دادن. صاحب کارا از تگ دید از همچون شهروندی همین تاجیکستان آباد کرده ایستادند. رحمت به آن کسانی که شهر پنجکن رو آباد میکنند، زیبا میکنند. با راهبری همون که تشریفات و تقریبات کرده ما هر یک چند وقت آمده دم گرفته استراحت کرده با یکدیگر تجربه روزگارداری من یوشکویا با هم گرفته میبیم. من بنیتون آباری روان شویتون پربردار شویتون. یک راهبری فعال زن دارد خدایور و نارینسا هستند که تمام شهر پنجکن به سهم همین انسان گذشتگی گفته من میدونم. من حاضر همین کس همینجا به سردار شدین. جدا با میشنوم که بین مردم به جدا با معامله با ترتیب با انتظام گپ زده. من حاضر پنجکن کمک مبلغ با یک خیلیش دشواری میکشد. مسئله توی، مسئله تشکیلی، مسئله و تشکیلی گذراندن به همه خدایار و نارینسا بسیار آدم به یاردم میکنند. فهمشان میرسد، سهمشان کلان میرسد. با مصلحت میتیند. با ما خیلی کم بودی باشد اگر هیچ گم گفته گپای سخنوی نقص کتی سخنوی شیرین کتی مردم گسیل کرده کارش بود. ما از خوردی همینجا کلان شدیم. ما میدونیم که اینجا چه بود. اینقدر زیبا خوشرو نبود. شکری جناب عالی، شکری رئیس شهر پنجکن که بسیار شهر پنجکن آباد شد، بسیار نویگری ها شد و امروز خصوصا میبینم که همین باغ استراحتی کمال خوجندی بسیار زیبا خوشروی. من یکمین بار آمده دیدم که اینجا بسیار خوشروی زیبا. بار دیگر از نام خودم، از نام همه زنهایی که در اینجا نشستند یک جهان تشکر به این آباد کرده این باغ کمال خوجندی و اینچونه به رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالق زاده. الهی آمین. شکرانه نعمت تنی صحت خاطر جان دل بیغم دمکای پریشان نکنه. پریشانی ها خدا در پناه اسمتش نجات بده. الهی دولت ما همیشه آباد باشد. از این هم زیادتر شهر ما آباد گردد. رحمت به پرزیدنت ما، رحمت به رئیس شهر ما. این گونه جاهای خوب رو تیار کرده است که ما نفقه‌خورها آمده من همینجا دم گرفته شد. وقتی که خورد بده ما همینجا آمده کار کرده هستیم. سر دختر پریسویش میخونده آمده همین حاضر خندگی بوده. الهیم سردارو ما همیشه تنشان صحت و خاطرشان جمع باشد، دولت ما آباد باشد و همه باغ فرنگی فراغتی باغ طلایی نیست. یکی از موضع‌های مهم استراحتی شهر پنجکن به حساب می رود. باغ سال 1968 تشکیل شده در مساحت 118 هکتار جایگیر می باشد. در اینجا برای کودکان و نورسان و عائله ها شرایط مساعد فراغتی فراهم آورده شده است. اتراکسیون های گوناگون، کاروسل کودکانه، ماشین های الکترونی، میدانچه خرد فوتبال و دیگر واسطه های فراغتی فعالیت دارد. در حدود باغ 190 کرسی، نقطه های خدمت رسانی، تعمیر تجهیزات الکترونی و دیگر انشاءات ضروری موجود بوده. برای تامین ترتیب امنیت استراحت کنندگان کامراهای نظارتی نصب شده است. در مجموع کارهای آبادانی و سازندگی در باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر پنجکن با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه داشته، برای باز هم زیبا گردانیدن محیط شهر و فراهم آوردن شرایط مناسب برای استراحت ساکنان و مهمانان زمینه مساعد فراهم می‌آورد.